سلام و عرض ادب به همه شما شاگردان عزیز. خدا کنه جور و صحتمند باشین و لباس عافیت بر تن داشته باشین. اینک شما خوش آمدید میگم به یک جلسات دیگر صنف اسپیسز و صنف Introduction to Data Science. چند روز اول قبلا بر شما گفته بودیم، چند روز اول اینترودکشن تاریخچه ها و همچنین یک پنل های در مورد برنامه اسپیسز و دیتا ساینس می داشته باشیم. در مورد دیتا هم صحبت های هم می داشته باشیم. انشالله در جلسات بعدی باز جلسات کیمیایی، انشالله باز چند جلسه ای که بعد معرفی و تیوری هست، بعد باز میریم سر درس های عملی و درس های کسری کامپیوتر بر شما تدریس خواهد شد. خب در روز قبلی ما درباره دیتا و چقدر دیتا وجود داره و چقدر introduction to data اینا را خواندیم و دیتا all around را، تمام از اینا را خواندیم. امروز درسی که درباره ادامه درس گذشته تان درباره بیگ دیتا یا دیتای بزرگ است. اگر یکی از دوستان اسکرین شیر کنن چپتر خوبتر خواهد شد. یا سب کنم به خودم اسکرین شیر کنم. استاد محترم اگر مشکل است من اسکرین شیر کنم. یک دقیقه منتظر باشیم. فکر میکنم از من کم مشکل در موبایل، نمیفهم چرا امروز اسکرین شیر نشد. اگه شما اسکرین شیر کنین خانم ممنونتان خواهیم شد، چون بخاطر موبایل من کم امروز اسکرین من بله اسکرین تان داره. خب حالا میم سر موضوع درسی خود که درباره بیگ دیتا یا دیتای بزرگ که برش میگیم چی است. خب اول باید بفهمیم که وقتی میگیم بیگ دیتا یا دیتای بزرگ، منظور از بیگ دیتا در این چی میتونه باشه. ما وقت زمان دیتا رو بیگ میگیم که یا سایزش بسیار بزرگ باشه، یا پروسس کردن یا گروینگ یعنی پروسس کردن مو دیتا که میگیم او بسیار وقت را در بر بگیره، و یا هم فرمتش طور باشه که خیلی به مغلق بتونه چیشا ریدیبل باشه یا قابل پروسس باشه. اولین میگه big data is any data that expensive to manage and hard to extract value. میگه خیلی سخت است که اونها را چی که منیج کرد، ترتیب کرد، تنظیم کرد، اینا خیلی سخت است. بنام بیگ دیتا. اولش منظورش والیوم هست. زمانی که سایز اف دیتا، زمانی که والیوم یا سایز یک دیتا بسیار بزرگ باشه، یعنی شما اگر ببینین در برنامه اکسل اگر شما یک در حدود 25 شیت یا 10 شیت 20 شیت بسازین، بعد پروسس کردن او اکسل شیت برای شما خیلی سخت میشه. یعنی زمانی که شما سر ازو کلیک میکنین خیلی به سختی او برنامه اکسل باز میشه، یعنی سایز از او بزرگتر میشه. وقتی زمانی که سایز یک دیتا بزرگ میشه، رید کردن از او، خواندن از او هم سخت‌تر، کم وقت را در بر میگیره تا او قابل رید باشه یا قابل خواندن رو داشته باشه. یا مثلا شما میرید در برنامه اسپیسز، وقتی زمانی که شما یک پرسشنامه رو توضیح میکنین و کارها را در پرسشنامه انجام میدین خلاص میشه، بعد میین یک همون پرسشنامه های خود را دیتا انتری میکنین در اسپیسز. اگر دیتا انتری تون مثلا 100 دانه باشه، 200 دانه باشه، بیشتر از 100 200 دانه باشه، کمی اگر فشار بالای برنامه اسپیسیس میاد تا دیتای شما رو چی کنن و به وریبل ها و دیتا ویو ها تبدیل کن. خب
دومیش که از velocity the latency of data processing related to the growing of demand and interactive. زمانی که بعضی چیزها رو میتونه هم پروسس کردن دیتا هم یک میتونه که دیتا های بزرگ بسیار به سخت انجام میشه. مثلا زمانی که مثلا شما میخواین یک پرسشنامه رو تهیه و ترتیب دیدین، یک پرسشنامه رو ترتیب کردین، میخواین اونا رو شما چی کنین؟ اونا رو بین در برنامه SPSS به شکل گراف یا به شکل پای یا به شکل خط ها یا به شکل 3D ها نشان بدین. وقتی زمانی که پرسشنامه های شما بسیار زیاد باشه، ان شاء الله در درس های عملی بر شما نشان میدم، وقتی شما او رو میخواین به شکل گراف نشان بدین خیلی وقت را در بر میگیره. اگر کوچک باشه که خیلی زود انجام میشه، اما اگر سایزش چی ببخشید پروسس که سوالات و پرسش های شما پرسشنامه شما افراد زیادی رو پاسخ داده باشه، باز خیلی به یک وقت در بر میگیره تا او چی شما پروسس شما. دومیش کمپلکسیتی، مغلقیت یا هممون چی میگن complexion of the data هم بسیار مهم. the diversity of the source of format quality and structure. خب دیتا وقتی زمانی که به سورس فرمت و کوالیتی و استراکچرش هم میتونن چی شود قابلیت پروسس دیر را بسازن. مثلا میگیم وقتی زمانی که پروسس دیتا فرمتش بسیار به شکل یک مثال ساده بر شما بگویم. خب مثالی که مثلا ما میتونیم از فیلم یا ویدیو رو در مد نظر بگیریم. زمانی که ما موبایل ساده داشته باشیم، مثلا موبایل های ساده سامسونگ داشته باشیم، ما بخوایم یک ویدیوی 4K را یا مثلا بالاتر از 4K را ما بخوایم یک ویدیویی که در آیفون های مثلا 15 یا آیفون 14 گرفته شده و او رو بخوایم در موبایل خود پلی کنیم، خیلی به سختی بر ما پلی میکنه. چرا؟ چون فرمت کوالیتی از اون نسبت به این چیز فرق میکنه. پس میتونه زمانی که بیگ دیتا هم میتونه یکی از خصوصیاتش چی باشه؟ فرمت کوالیتی و استراکچرش باشه. خب میم سر بخش بعدیش ببینیم. در بخش بعدی بیگ دیتا رو اینجا خیلی خوبتر شما مد نظر میگیرید که سلاید بعدی. در سلاید بعدی ببینیم به شکل یک پای گراف یا گراف چی میگم به شکل پای بر شما نشان داده. خب دیتا والیوم را اول دیتا ولاسیتی هم میگم، ریال تایم، پریودیک بچ، اینا تمامشون میتونه چی باشه؟ یک بخش از دیتا بیگ دیتا باشه. اما والیوم را ببینید، مثلا هر چقدر که والیوم بزرگتر میشه پروسس کردن دیتا چی میشه؟ سختتر میشه. مثلا میگیم اگر شما قبلا میفهمید که دیتا ما به شکل کیبی، ام بی، جی بی و یا هم گیگابایت انجام میشه. خب یک سوال من از شما دارم، کوچکترین واحد به خاطر اندازه گیری دیتا چی است؟ یک کدام واحد است؟ کسی میتونه بر ما بگویه؟ کسی میتونه فقط دست خود را بلند کنه بر ما بگویه؟ یک دقیقه صبر کنین که من پریسا حسیب بفرمایید شما. کیبی جناب استاد. کیبی. خب کیبی. کسی دیگه نظر نداره درباره این؟ فرشته اختری شما؟ کوچکترین واحد اندازه‌گیری بایت است. بایت است. خب بعدی؟ من موافق هستم استاد محترم، بایت. بایت درست است. خیلی یک سوال دیگه هم دارم. وقتی شما یک حرف را در کامپیوترتون نوشته میکنید، مثلا A نوشته میکنید، B نوشته میکنید، C یا هر آن حروفی که شما نوشته میکنید، این چقدر اندازه ایش یا خود اندازه ایش چقدر میباشه؟ یعنی اگر بخوایم اندازه کنیم چقدر خواهد بود؟ مثلا شما در کیبوردتون نوشته میکنید حرف A، مثلا براتون میگم نوشته میکنید های HI نوشته میکنید، درست است؟ این چگونه پروسس میشه و چگونه دوباره شما وقت زمانی که اچ رو در کامپیوترتون میزنین بر شما روی مانیتور نمایش داده میشه؟ آقای ایوبی بفرمایید. استاد وقتی که ما در کامپیوتر A یا HI نوشته میکنیم به 0 و 1 تبدیل میشه به کدنگ و بعد از بر ما نمایش داده میشه. درست، آفرین. کسی دیگه نظر نداره؟ کسی دیگه نظر داره؟ بفرمایید.
من ببین بر شما از درباره والیوم دیتا یا دیتا والیوم که میگیم همون اندازه گیریش براتون کوچکترین و خردترین واحد اندازه گیری به خاطر پیمایش یا به خاطر اندازه گیری دیتا بیت هست. BIT بیت که من در چت گروپ بر شما شد. بیت کوچکترین واحد اندازه گیری که یا این بیت مساوی میشه یا به صفر مساوی میشه، که طوری که دوست شما هم گفت آقای ایوبی گفت یا صفر میشه یا چی؟ یا صفر یا هم عدد چی؟ عدد یک. درست است؟ یا صفر است یا یک است. زمانی که میگیم یک بیت یعنی یک صفر یا یک یا یک دانه یک. وقتی میگیم دو بیت یا دو دانه صفر یا یک و صفر یا صفر و یک یا دو دانه یک. اما بعدیش بایت هست، طوری که فکر کنم خانم نامشان از یادم رفت گفتن، یکی از دختر خانمای صنفیاتون گفتن بایت دومین بزرگترین است که یک بایت مساوی میشه به 7 بیت. وقتی زمانی که میگیم یک بایت، اینی یک عدده که شما مثلا H نوشته میکنین، A نوشته میکنین، B نوشته میکنین، هر اون کلیدی که شما از کامپیوتر خود میزنین بچی میزنین در کیبوردتان، اونو چی میشه؟ یک بایت میشه. ببینین وقتی یک میگیم یک A مساوی میشه به 8، ببخشید 7 نیست و 8 است. خب 8 دانه 0 و 1. وقتی زمانی که شما میزنین یک A را در کامپیوترتان، شاید این تک حرف 8 دانه 0 و 1 با شما 0 1 1 0 1 0 0 1. ببینین به اینی تبدیل میشه، به 0 و 1 تبدیل میشه، بعد اون ریدیبل میشه، قابل دسترسی. مثلا حالا بر شما مثلا بگم، خب وقتی شما میزنین ما یک بار چی میکنم، کامره خود آن میکنم. خانم ایوبی یک شعر خود را شما چی کنیم که من برنامه ورد را باز کنم. ما متاسفانه وای فای من امروز قطع شده، ما مجبور شدم اسکرین. ببینین وقتی زمانی که شما نوشته میکنین یک حرف را از کامپیوترتان میزنین، از کیبوردتان چی میکنین؟ نوشته میکنین. مثلا نوشته میکنین H، در این صفحه شما چی ظاهر میشه؟ H ظاهر میشه، یا J، یا هر حرفی که هست. من این کم بزرگتر کنم که قابلیت ریدیبل باشه. خب ببینید ما نوشته میکنم J، بر شما چی میگه؟ J در حروف میگه. پس چرا؟ این به خاطر ازی است که شما، خب کامپیوتر از کجا فهمید که این J عدد که در کیبورد مثلا ما پرس کردم J، اونجا بر ما J ظاهر شد. این از کجا فهمید؟ خب وقتی زمانی که شما حرف J در کیبورد میزنیم، این کیبورد که شما هست با پروسسور وصل هست. پروسسور وقتی زمانی که شما کیبورد رو میزنید، این یک سیگنال میده به خاطر چی؟ برای پروسسور. میگه اینی یک سیگنال بود که از طرف اینی حرف یا از طرف اینی کیبورد بر ما چی شد؟ ارسال شد. زمانی که ارسال میشه به پروسسور میگه خب اینی سیگنال مربوط اینی حرف، مثلا 4 تا 0 1 0 1 0 که مثلا در چت باکس بر شما نوشته کردیم، مثلا مربوط از این میشه. خب وقتی زمانی که مربوط از این میشه، خب باید کدام حرف ظاهر شه؟ باید حرف چی ظاهر شه؟ حرف A یا B یا G یا هر حرف کسی ظاهر شه. خب وقتی زمانی که به پروسسور میره، از پروسسور دوباره بر چی میشه؟ با اسکرین مانیتور روان میشه، میگه که اینی حرف باید نمایش بدم، بعد حرف A نمایش داده میشه. اولیش که بیت هست، بعدش بایت هست، بی وایت خب بایت هست، بعدش مگابایت یا ام بی برش میگیم. خب من مگابایت نوشته میکنم، ببخشید کیلو بایت هست که بی، بعدش ام بی، بعدش جی بی، بعدش تی بی و همین رقم پی بی. خب حالا بر شما میگم یک بیت، خب 8 بیت، اما از بیت کوچکترین 0 یا 1 هست. بیت مساوی میشه به چی؟ بیت که مساوی میشه یا به 0 یا به چی؟ یا به عدد 1. بایت که هست، بایت که هست مساوی میشه به 8 و 7. ما قبلا 7 میشه و 8 بیت میشه و 1024 بایت مساوی میشه به 1 کیلو بایت.
1024 کیلوبایت مساوی میشه به یک به یک MB. 1024 MB این مساوی میشه به یک GB. 1024 GB این مساوی میشه به یک TB و همین رقم 1024 TB مساوی میشه به یک PB. اینا واحدهای اندازه‌گیری به خاطر چی هستن؟ به خاطر دیتا هستن که کوچکترینش بیت هست که به نام 0 یا 1 میشه. تمام کامپیوتری که تمام ویدیوها، تمام عکس ها، تمام تکست ها، تمام پرزنتیشن ها، حتی براتون میگم هر آن چیزی که تو در کامپیوتر باز میکنی، نوشته میکنی، هر آن چیزی که کار میکنی، از زمانی که روشن میکنی تا زمانی که خاموش میکنی کلش به 0 و 1 کار میده. یعنی هرگاه کسی اگر از شما پرسید که زبان کامپیوتر چیست، کس سوال داشت؟ خب حالا همین قدر من برای شما گفتم که مثلا زبان کامپیوتر پس چی است؟ کسی میتونه برای من بگه؟ زبان کامپیوتر چیست؟ وقتی زمانی که پرسان میکنم خیلی یک نظر بتین شما، اگر درست بود شاید یک نظر در ذهنتان باشه، اونمون نظر خود را بتین برای شما بهتر. کیبورد؟ نه متاسفانه نه. کیبورد خب یک واحد چی است؟ بیرونی کامپیوتر هست. زبان سیستم باینری. خب درست. فرشته اختری بفرمایید شما. همون 01 است استاد. خب درست، آفرین. 0 و 1 میشه زبان کامپیوتر. کامپیوتری که ما فعلا استفاده میکنیم یا موبایلی که ما فعلا استفاده میکنیم بجز از 0 و 1 هیچ چیز نمیشناسه. اما این 0 و 1 طور بر از پروگرام اپراتینگ سیستم ویندوز یا مکینتاش یا اندروید طور بر از اینا ترتیب شده که شما و هر آن چیزی کاری که انجام میتین اینا به 0 و 1 در پروسسور به 0 و 1 تبدیل میشه و اینا پس دوباره چی میشن؟ به کامپیوتر بر روی کامپیوتر صفحه اسکرین ما نمایش میشه. حتی بر شما یک چیز بگم، وقتی زمانی که شما ویدیو را پلی میکنین، درست است؟ زمانی که سر کلمه کلیک پلی کلیک میکنین، اما چی میشه؟ این هم به 0 و 1 کار میکنه. آقای ممتاز بفرمایید، چیزی میخواستین بگوین؟ یکی از دوستان دست خود را بلند کرد. من در وقت صحبت کردن بودم، فکر میکنم که بود ممتاز. سلام علیکم استاد. بله آقای استانگزی بفرمایید. استاد گفتین که لسان کامپیوتر 01 است، درست؟ بله. امی به خاطر چی 01 است استاد؟ امی خودش چی مفهوم داره؟ مفهوم 0 و 1 یعنی آن و آف است. در زمانهای اولیه، خب زمانی که قبل از این کامپیوتر نباشه چوت بود. بعد یک یا آن میشد که یا آف میشد. زبان فقط به دو حال. همین کسی که اختراع کرده این دقیقاً تو معلومات به خاطر از این ندارم که مثلا چرا 0 و 1 گذاشت. به خاطر از این که شاید یگانه علتش این باشه که ما مثلا در کامپیوتر ما وقت تمام اوایل که کامپیوترها استفاده میشد به خاطر محاسبات استفاده میشد. ما در محاسبات بیشتر اوقات از چی استفاده میکنیم؟ از اعداد استفاده میکنیم. خب اینا 0 و 1 را به خاطر از این اختراع کرد که بتونه همین کامپیوتر بدون 0 و 1 تو جواب قانع کننده ای که براتون بگویم که چرا 0 و 1 انتخاب کرد ندارم پیش خودمون، چون من تا هنوز درباره این اگه تحقیق کردم ان شاءالله برای شما خواهیم گفت. اما زبان کامپیوتر به نام 0 و 1 یا باینری که میگیم به نام زیاد میشه، چون تمام این کامپیوترهای امروزی کلا به خاطر اینکه ساخته تمامشان با 0 و 1 کار میده. اما درباره از اینکه چرا 0 و 1 هست این دقیق ما نمیفهم، چون از بیشتر همین سوالی که تو انجام دادیم از بیشتر ما پرسیدم اما تو دقیق جواب قناعت بخش بر من ندادن. یک تعداد میگفتن که به خاطر از اینکه چون اوایل کامپیوتر به خاطر محاسبه استفاده میشد 0 و 1 از جمله اعداد هست، کامپیوتر ارقام را بین حروف دیگر نمیشناسه، از او خاطر خوب تک شاید الگوریتم ها باشه، شاید هم چی این الگوریتم هایی که هست اینا طبق 0 و 1 کار میکنن. اما تو دقیق براتون بگم که به خاطر ازی است، چرا به خاطر 0 و 1 استفاده شده این دقیق ما نمیفهم. شاید اگر من در روزهای بعدی ان شاء الله میتونم بر شما درباره ازی پاسخ بدم.
خب میم بسیار دور نمیشیم از درس خود. میم پس دوباره سر دیتا این بود، اما اندازه گیری دیتا. بعدش دیتا ورایتی. ایوبی، آقای ایوبی فرمایید. سلام مجدد استاد. ما بله. درباره شروع زبان کامپیوتر 0 و 1 از براتون یکم معلومات بدم. بفرمایید. 0 به معنای عدم وجود جریان الکترونیکی و 1 به معنای وجود جریان الکترونیکی می باشد. و این دو پارامتر تنها چیزی است که کامپیوتر را میشناسه، بیشتر از دیگر نمیشناسه. با 0 و 1 خب میتونه جوابشون یام باشه. درست است، تشکر آقای ایوبی، بسیار زیاد. خب میم سر دیتا ورایتی یا اقسام دیتا. خب ما انواع و اقسام دیتا داریم. مثلا میتونه اسمس ها باشه، تکست باشه، میتونه دیتابیس ها باشه، میتونه وب پیج ها باشه، میتونه حتی عکس ها باشه، اپلیکیشن های موبایل باشه. تمام از اینایی که ما فعلا استفاده میکنیم اینا چی هستن؟ دیتا هستن. اینا انواع و اقسام ورایتی ها. ورایتی انواع و اقسام دیتا های هستن که ما فعلا در بازار یا در زندگی روزمره خود از استفاده میکنیم که بیشتر اوقات بیشترشون موبایل اپلیکیشن ها هستن، دیتابیس ها هستن، مثلا وب پیج ها هستن، عکس ها هستن، ویدیو هستن. اینا تمامشون ورایتی دیتا باشه که در کل ما اگر بگیم نومریک داریم، استرینگ داریم، والیوم داریم و دیگه اینا هستن. استرینگ که میشه اعداد، حروف، تکست ها و نومریک میشه اعداد و همچنان فوتو هست، دیگه ویدیو هست، تکست هست. اینا کلشون میتونه چی باشن؟ اینا انواع ورایتی از دیتا ها باشن. خب بریم سر تکست بعدی، سلاید بعدی. در سلاید بعدی داریم که type of data we have، انواع دیتا هایی که ما داریم. خب اینجا فقط از لحاظ چی بر شما صحبت کرده؟ از لحاظ اسپیسیس و دیتا، از لحاظ دیتا صحبت کرده. خب اینجا ببین ریلیشنال دیتا یا دیتا های ریلیشنال یعنی ریلیشن که میفهمید ارتباط، دیتا های ارتباطی. مثلا تیبل ها، شما وقت زمانی که میرین مثلا در برنامه های مثلا SQL سرور، شما دیتا یک پرنت تیبل دارین، یک چایلد تیبل دارین. مثلا اگر افکتیبل پرنت تیبل میشه به چایلد تیبل هم وارد، چایلد تیبل میشه به پرنت هم میشه و برعکس همین رقم میتونه کی ها باشه. اینا تمامشون ریلیشنال هست، یعنی یکی به دیگه ارتباط داره. مثلا بر شما یک چیز ساده بگم، مثل ازی باشه که شما وقتی بخواین در برنامه اسپیسیس شما یک پرسشنامه برای کس توضیح کردین، اگر زمانی که یک کلمه موافق موافق هستن، مثلا شما یک سوال کردین که آیا تدریس به خاطر خانم ها خوب است یا خیر، مثلا خوب است، نیست، موافق هستم، نظری ندارم. هر زمانی که کسی که مقابل شما مثلا جواب ببرزی میده که خوب هست، گراف خوب هست بالا میره. پس این یک ریلیشنال شد، یعنی تیبل شد که گراف از رو بالا برد. یا مثلا در بخش اقتصاد اگر ببینیم صحبت کنیم، مثلا در بخش اقتصاد وقتی زمانی که سالری زیاد زیاد میشه، ببخشید چی میگیم برش، منفعت. مثلا یک کسی هست 2 ساعت اضافه کاری میکنه که میره 3 ساعت اضافه کاری میکنه. اگر تو در ساعت های اضافه کاری مثلا بیاری 3 ساعت، در معاش از تغییر حتما میه. اما اگر تو مثلا اون نشته کنی 2 ساعت باشه، در معاش از یک رقم تغییر میه. اگر از 2 ساعت به 3 ساعت تغییر خورد، چی میشه؟ با 3 ساعت تغییر خورد، معاش زود بیشتر میشه، چون اینا کلشون چی هستن؟ ریلیشنال دیتا هستن. بعدش تکست دیتا یا وب، تکست هایی که ما نوشته میکنیم، کتاب هایی که ما میبینیم، مسیج هایی که ما میکنیم و حتی براتون چی بگم که کتاب ها، وب پیج هایی که در اون نوشته های وجود داره، یا حتی این سلاید های پاورپوینت که ما فعلا بر شما نمایش میدیم، اینا کلا مربوط چی میشن؟ مربوط تکست دیتا میشه. تکست دیتا یعنی هر آن چیزی که ما توسط کیبورد کامپیوتر یا توسط کیبورد موبایل نوشته میکنیم و به طرف مقابل روان میکنیم، اونا چی هستن؟ تکست دیتا هستن. این تکست دیتا میتونه چی باشه؟ که نومریک و استرینگ باشه. نومریک یعنی اعداد میتونه باشه، از جمله اعداد میتونه باشه که مثلا میتونه نومریک اعداد 1 2 3 همون رقم قبلا که بر شما گفتم، اینا رو نومریک دیتا میگه که مربوط تکست دیتا میشن. و همچنین استرینگ ولیو یا استرینگ که برش میگیم، استرینگ منظورش این چی است؟ منظورش چی است؟ الف ب و ای بی سی و اینا هستن که استرینگ دیتا
ABC، یعنی کتاب هایی که ما نوشته میکنیم یا میبینیم یا میخوانیم یا تکست هایی که ما نوشته میکنیم یا حتی ساده همین مسیجی که ما بر شما در چت باکس انجام دادم، اینا کلشون چی هستن؟ تکست ولیو هستن. سیمی structured دیتا. سیمی structured دیتا میتونه XML باشه که استرکچر یا ساختمان منظمی به خاطر دیتا ها داره که یک نوع استرکچر ها را مختلف در اسپیسیس باز میخوانیم که استرکچر های مختلفی به خاطر چی دارن؟ به خاطر دیتا ها دارن. بعدش گراف دیتا. گراف دیتا یعنی شما مین درباره یک موضوع، یک دقیقه اگه من بتونم یکی از دوستاتون برام ریسرچ انالایز کرده بود که من اگر بتونم اون رو بخش گراف از رو بر شما نمایش بدم. گراف دیتا با او دیتای گفتم میشه که به شکل گراف بر شما نشون میده. یعنی زمانی که یک کار را شما انجام میتین، آیا مثلا شما رو به شکل گراف نشان میده که مثلا اون سلاید قبلی بالاتر اگه برین خانم غفور این رو ببینید، این یک گراف دیتا هست، اما شکل پای میگین در اسپیسیس به نام پای یاد میکنم. اینی بر شما نشان میده که لیتنسی چقدر اهمیت داره، دیتا والیوم چقدر است، دیتا ورایتی چقدر است. اینا کلا میتونه اینجا باشه. من برنامه اسپیسیس یک دقیقه صبر کنم باز کنم که بر شما گراف دیتا رو اینجا بر شما نمایش بدم. میتونه اون یک گراف دیتا باشه. مثلا شما در چی دیدین که مثلا بعضی اوقات بر شما نشان میده، در کسایی که اقتصاد میخوانین بر شما نشان میده که چقدر مثلا اسهام خارجی، در این ساده براتون بگویم کسایی که استفاده کرده بایننس، اونجا دیده باشین گراف بالا میره پایین میره، گراف بالا میره پایین میره. اینا تمامشون چی است؟ مربوطه اینا گراف ها میشه. مثلا من این بر شما یک نشان میتونم یک بار اینی رو ببینید، اینی رو پای میگه، پای گراف میگه. ببینید به قسمت بالا اونجا نوشته است گراف، اما این شکل پای گراف است. یا مثلا ما بخوایم گراف، همین گراف به شکل بار یا چارت میخوایم یک گراف دیفاین کنم. خب مثلا درجه تحصیلات کاتگوری X و اوکی میکنم. ببینید این قسمت پروسس میکنه. ببینید این قسمت رو ببینید، ماستر، کسایی که ماستر بوده این سوالات را جواب داده زیاد بودن، فوق بکالوریا کم بوده، دکترا هم کم بوده، این ماستر اول بوده، لیسانس دو بوده. یا مثلا یک بخش دیگه یه سوالات رو میخوایم مثلا به شکل 3D بر من نشان بده. خب به شکل X و Y نشان بده. مثلا میگم که سوالی که من کرده بودم در X و Y باشه و سوال دومی که کرده بودم او در قسمت کاتگوری Z باشه. اینجا بر شما پروسس میکنم. ببینید اینه کسایی که موافق بوده، کسایی که مخالف بوده، تمام از اینا رو کلا به شکل گراف 3D برای شما نشون میده. حتی در این گراف ها رو شما شاید در مجلات و اینجا هم دیده باشین که به خاطر از استفاده میشه که نمایش بده که چقدر آمار یک اشخاص و افراد پرسشنامه هایی که شما انجام دادین چقدر هست. یا مثلا بیشتر اوقات در بخش کسایی که سرویر هستن، مثلا بر شما میگه که چقدر آمار ایوریک یا مثلا آمار جغل یا آمار سمنت که شما گرفتین کدامش بهتر خواهد بود. اونا میتونه چی باشه که ببخشید من موبایل که فعلا در جاین هست، از خاطر من وای فای ما کم مشکل پیدا کنه، مثلا کامپیوتر جاین نشده، از خاطر باز ان شاء الله در جلسات بعدی، جلساتی که درس های چی داشتیم، باز من کسی کامپیوتر خود آنلاین میشم، مشکل نخواهد بود. خب اینا به شکل گراف دیتا هستن. بعدش میگه سوشال نتورک، سیمستیک وب یا RDF که برش میگم. سلاید بعدی رو دور بزنیم. سوشال نتورک همین نتورک هایی که ما استفاده میکنیم، مثلا که آمارها رو برای خاطر از اینی هم میتونه یک دیتا نوع از دیتا باشه. می نتورک ها یا سوشال پکیج هایی که ما استفاده میکنیم اینا کلشون میتونه چی باشه، یا وبسایت هایی که ما استفاده میکنیم اینا کلشون میتونه یک نوع از دیتا باشه، چون اینا پشت سر کد شده، پشت سر یک کد خاصی وجود داره که اینا کار میکنن. بعد استریمینگ دیتا، استریم رو که همه میشناسیم، کسایی که یوتیوبر هستن، کسایی که تیک تاکر هستن، اینا به این کلمه بسیار زیاد آشنایت دارن، چون به خاطر که اونا یا کسی که در فیسبوک لایف استریم میرن، اینا کلش اما لایف استریمی که میرن اینا هم میتونه چی باشن، جزء از دیتا باشه. لایف استریم وقتی میگیم یعنی کسایی که در شاید شما بلدیت ورزی داشته باشین، زمانی که لایف استریم لایف میریم یک
یک قسمتی از دیتای این نوع دیتای هست. در پایینش هم نوشته کرده to scan data once. این دیتای هست که فقط یک بار چی میشه، یک بار نمایش داده میشه. مثلا تو یک آهنگی که مثلا بعضی وقت ریکارد میکنه اون مشکل او جدا حرفش جداست، اما زمانی که مثلا لایف استریم می فقط یک بار اون لایف استریمشون چی میکنه، وقتی زمانی که تمام شد اونمون دیگه دیتاشون تمام شد. مثلا بعضی اوقات شما دیده باشین بعضی از خواننده های مشهور، مثلا چند وقت پیش یکی از خواننده های مشهور آمریکایی لایف آمد، از کنسرت خود کنسرتی که میکرد لایف اومد که بعدش امو یک خانمی که گرفت با شاید دیدن باشین که گرفت یک وار به سمت با یک چیزی وار کرد به سمت یک خانم خواننده خارجی، اما او دوباره چی کرد پس دوباره وار کرد. این ویدیوهای از او شاید دیده باشین. اما اگر بعضی وقتا شما لایف مین یعنی تنها امو یک بار دیده میشه خلاص. بعدش میم what to do with these data. خب وقتی زمانی که دیتا ها را داریم، خب چی فایده ما از این دیتا هایی که ما داریم؟ خب چی کار میتونیم انجام بدیم؟ پرزنتیشن سلاید بعدی رو خانم حفاری. What to do with these data. زمانی که دیتا را ما داریم، خب چه فایده از این دیتا هایی که ما داریم؟ فایدهش چی است؟ یا خب میگه aggregation and statistic data warehousing and OLAP. زمانی که میگیم که aggregation statistic شما میتونید توسط از این دیتایتان قبلا که بر شما گفتم منظور از warehousing refer to process of collecting, storing and managing large volume of data. شما میتونید او رو پروسس کنین، بعد استور کنین در کامپیوترهایتان یا مثلا در مورد دیتایتان را و همچنین چی کنین منیج کنین که چقدر دیتایتان مثلا گراف هایی که من نشان دادم مثل از اینا میتونین چی کنین انجام بدین. OLAP که هست او هم منظورش آنلاین انالیتیکال پروسسینگ هست. انالیتیکال پروسسینگ یعنی پروسس هایی که توسط آنلاین انجام میشه. دومین باشه indexing and searching and queries. شما قبلا کیبورد بیس سرچ یا پترن مچینگ اینا میتونه چی باشه؟ index and searching the queries. کیوری ها رو شما وقتی کسایی که ببخشید نامش از یادم میره میشه SQL سرور خواندین، اینا کیوری ها رو بلد هستین. ایندکسینگ یا کسایی که زبان ها رو خواندین مثلا پایتون هست یا جاوا هست، جاوا اسکریپت هست، شما ایندکس ها و کیوری ها رو مکمل بلد هستین یا میفهمین که کیوری و ایندکس چیست. ایندکس و کیوری اینا هستن که در فارسی برش تو چیز خاصی نداریم، اما یعنی شما میخواین توسط یک والیوم با اشاره کردن به یک متغیر شما متغیر دیگر به وجود بیارین. و کیوری ها شما میتونید سرچ کنین، مثلا در دیتابیس میتونید توسط یک چیزی را که بخواین، یک دیتای را بخواین یا وریبل را که بخواین پیدا کنین، اونها رو توسط سرچینگ شما میتونید چی کنین پیدا کنین. و همچنین نالج دیسکاوری به خاطر از اینکه بتونیم علم یا همون معلومات خود را بیشتر کنیم توسط دیتا ماینینگ و statistical modeling، توسط اینا میتونیم به علم خود افزایش بدیم. مثلا شاید بعضی کسی اگه بر ما یک پروسیجر بسیار کلان، یک دیتا بسیار بزرگ رو بده اینا رو بخوانیم، برای ما خیلی وقت رو در بر میگیره که مکمل کی موافق است کی موافق نیست. اگه برای شما پرسشنامه ها مثلا 100 نفره بده خیلی برای شما سخت تمام میشه. اما زمانی که شما توسط ماژول های استاتستیکال شما اونا رو توسط گراف ها، توسط پای ها، توسط چارت های پای یا چارت ها 3D ها ببینید، شما رو مکمل میفهمید که چی خیلی آسان و واضح میفهمید. مثلا از قبلی که ما برای شما روان کردم دیدیم که ماستر ها بیشتر بود. اگر ما بر ما میداد که چند دانه ماستر است، پرسشنامه ها رو میداد که ماستر زیاد است یا چی، ما مجبور هستیم هر ورق دانه چک میکنیم که یک ماستر، دو دانه، سه دانه، چهار دانه. این بر ما خیلی سخت میشد. اما وقتی زمانی که چارت را دیدم که چارت ماستر بالا هست، یعنی این کسایی که ما کمی پرسشنامه ما رو جواب دادن بیشترشون ماستر آدم هایی بودن که ماستر بودن. خب میم سر اسلاید بعدی. اینا اینجا میگه دیتا ساینس چیست؟ What is data science؟ قبلا که خواندیم درباره دیتا بود، درباره انواع دیتا، بیگ دیتا، مدیولینگ، فواید دیتا، چرا دیتا داشته باشیم، کلا درباره. حالا خود میگه خب دیتا رو فهمیده، حالا دیتا ساینس چیست؟ میگن area that manage, manipulate, extract and interpret knowledge from cumulative amount of data. Data science is a multidisciplinary field of study with a goal to address the challenge in big data. زمانی که بخواید یک دیتا ساینس به شکل ساده بگم علمی هست که درباره دیتا براتون معلومات میده.
یعنی یک فیلدی هست که بخوای دیتا را به شکل و اشکال با چارت ها و مقاصد مختلف از استفاده کنی، از اینو میگن علم دیتا ساینس یا principle to apply all data big and small. یک میگه علمی هست که تمام دیتا ها را شما بالای زو کار کنین، چه بیگ دیتا باشه چه سمال دیتا باشه، تمامشون چیست؟ تمامشون دیتا مربوط علمی به نام دیتا ساینس بشه. خب میریم سلاید بعدی. در سلاید بعدی what is data science. خب مثلا اینا theory and techniques from many fields and disciplines are used to investigate and analyze a large amount of data to help discuss markers in many industries such as science, engineering, economic, political, science and education. ببینین اینا در اینجا دیتا ساینس میگه که در مقاصد و فیلدهای مختلف به خاطر مقاصد مختلف استفاده میشه. مثلا در کامپیوتر ساینس میتونه دیتا ویرهاوزینگ باشه، مثلا شما میتونید در دیتابیس ها استفاده کنین، مثلا شما میتونین از او در پترن های به خاطر پترن ها استفاده کنین. مثلا چرا به خاطر دیتابیس را یک مثال بر شما میذارم. وقتی زمانی که شما یک دیتابیس به خاطر یک مکتب میسازین، به خاطر یک کورس میسازین، به خاطر یک خیاطی میسازین، شما ضرورت به دیتا دارین. شما مقابل نفر وقتی بر دیتابیس میسازین برش میگین خب تو چی کار دارین؟ میگم بر ما باید دیتابیس قد باشه، وزن قد باشه، آستین باشه، دامن باشه، مثلا اینی چیزا باشه که ما وقتی زمانی که انتری میکنم اینا رو کلش انتری کنم، نوعیت کالا باشه، کالر باشه، اینا کلشون باشه که ما بتونم وقتی زمانی که دو فقط من مجبور نباشم قلم و کتابچه رو بگم نشته کنم آستین 20 مثلا قد 56 اینقدر اونقدر، میگم فقط میخوام انتر کنم اینی چیزا باشه اونجا کلا نوشته باشه، فقط من دیتا یا نومریک عدد که اون نومریک عدد ها رو چی کنم فقط نمایش بدم. اونا به خاطر از این میخوام استفاده کنم. اینا چه هستن در بخش کامپیوتر ساینس هم میتونم از دیتا ساینس استفاده کنم. یا ماتماتیکس به خاطر ریاضی ها، مدلینگ، ماتماتیکال مدل، اشکال گرافی، اشکال ریاضیکی، اشکال های ریاضیکی مثلا چارت ها، همین چارت ها میتونن در ریاضی هم استفاده شاید دیده باشین که خیلی های استفاده گراف ها را که در ریاضی هم دیده باشه، مثلا گراف x است، گراف y هست، مثلا گراف هایی که به خاطر تانجان، کوتانجان، ساین x، ساین کوساین، تمام از این گراف ها میتونه از چی استفاده شه؟ از دیتا ساینس استفاده کنه. استاتستیک که بخش مدلینگ هست. خب سلاید بعدی. اینجا ببینید درباره دیتا ساینس مولتی دیسیپلینری که گفتم منظورش چیست. شما میتونید کارهای مختلف توسط ازن، مثلا پترن ریکگنایزیشن کنین، مثلا ماشین لرنینگ کنین، مثلا با دیتا ساینس شما حتی هوش های مصنوعی را توسط دیتا ساینس کار میکنه. مثلا هوش مصنوعی چگونه با دیتا ساینس کار؟ اگر شما با هوش مصنوعی او چیزی که میخواید شما برای نتین، مثلا شما برش بگوین که وقت زمانی که تاریک شد شاید چراغ‌ها رو دیده باشین. خب من چراغ‌ها رو مثال میزنم. شما مثلا دیده باشین چراغ‌ها وقتی تاریک میشه برش گفتن میشه چراغ‌های روی سرک یا بعضی از آپارتمان‌ها دیده باشین وقتی زمانی که تا انسان در روز از زیرش از پایینش میگردی هیچ اصلا عکس العمل نشون میده، اما وقتی شب میشه از پایینش بگردی چی میشه؟ برای از اینا چراغ‌ها روشن میشه. تمام این چیز برای فهمونده میشه وقتی زمانی که تاریکی درجه روشنایی به چقدر درجه برسه که باید تو عمل انجام بدی و همچنان یک کسی رو میبینی از این یک موشن یا حرکت انجام میشه چی میشه؟ شما باید انجام بدین. یک قسمت خیلی جالب داره به نام IoT یا اینترنت آف تینگ. یک رشته خیلی جالب در متاسفانه در افغانستان که نداریم در IoT، اما در کشورهای خارج یک رشته در بخش کامپیوتر ساینس به نام IoT داریم. این IoT خیلی یک فواید بسیار زیاد داره. مثلا همین چراغ‌های مثلا ربات ها، همین چراغ‌هایی که شما دیده باشین روی سرک که وقت زمانی که موتور حرکت میکنه روشن میشه، خاموش میشه. حتی بعضی جاها دیده باشین که خانه‌هایی هستن که مثلا اگر اندک آتش سوزی انجام میشه خودش آب را باش میتونه. تمام از اینا چی هستن؟ IoT یک مربوط از اون میشه که توسط دیتا ساینس ما اگر دیتا ساینس نباشه ما توسط اینا میتونیم این کارها رو انجام بدیم. سلاید بعدی. همچنان در یک چیزی که هکر مایندست، این یک چیز مهمتره که هم در اینجا وجود داره. در هکرها میتونه از دیتا ساینس استفاده کنه. زمانی کسی که یک دیتا آنالیستیک یا یک تحلیلگر بسیار خوبی باشه میتونه یک هکر خوبی هم باشه، چون اون میفهمه که مثلا فلانی شخص میتونه اینی یک تحلیل میکنه که شاید پاسورد موبایلش
شاید مطابق سن چیش باشه، سال تولدش باشه، شاید مثلا نامش باشه، شاید یک چیز دیگه باشه، شاید نام خانوادگیش باشه. اینا کلشون تحلیل ضرورت داره. همچنان در بخش‌های مختلفی که انجینری هست، در بخش‌های اقتصاد هم میتونیم به خاطر از اینا از چی استفاده کنیم؟ از رشته به نام دیتا ساینس استفاده کنیم. در مثلا سلسله بعدی در ریال تایم اگزامپلز هم ریال لایف اگزامپل را من شما گفتم. مثلا شما کمپانی های هستن که میخواین درباره شما معلومات، درباره کمپانی شما معلومات پیدا کنه، یا مثلا شما قبل از اینکه یک بعض رازهای شما دارین که مثلا میخواین از دست مردم پنهان باشه، شما هکرها میتونن اونا رو به اونا دسترسی پیدا کنن. یا مثلا در سال 2008 تا 2012 که بود اوباما رئیس جمهور امریکا شد که توسط امی سوشل میدیا ها فیسبوک اوباما تقریبا 1 میلیون فرند پیدا کرد. یعنی توسط اگر مثلا امی دیتا نزدیکی نمی بود، با نزد ما نمی بود، یا سوشل نتورک نمی بود، ما نمیتونستیم اوباما رو از پیج زور پیدا کنیم. اما توسط امی حتی تقریبا چند پیدا کرد، تقریبا 1 میلیون نفر با او چی شدن؟ با اینستال کردن فیسبوک به صفحه اوباما اکسس پیدا کردن. بخش بعدیش دیتا ساینتیست. دیتا ساینتیست یکی از بهترین وظیفه های 2021 هست که define stories. آنها میگه دیتا ساینتیست ها چی کار میکنن؟ یک موضوع رو پیدا میکنن، پرسشنامه رو پیدا میکنن، یک کار رو پیدا میکنن. بعد از او درباره از پرسشنامه که رپورت نمیتن، اطلاع نمیتن، فقط در بخش گراف ها، در بخش مثلا پای که منظورم مو سرکل ها، و هم شما درباره از اون انالیستیک میکنه، تحلیل میکنه که اینی یک موضوعی که هست چقدر فواید به جامعه داره یا چقدر نقص به جامعه داره. یا به اصطلاح ساده بگم ریسک انالیست که بهش میگیم، اونا هم میتونه از جمله دیتا ساینتیست ها باشه. بعدیش data scientists are the key to realize opportunities presented by big data. They are bring structure to it. آنها compiling pattern and چیزایی است که من قبلا بر شما گفته بودم. به این سرصفحه بعدی what do the scientists do؟ ساینتیست ها چی کار دیتا ساینتیست ها چی کارهایی میتونن انجام بدن؟ نشنال سکیوریتی، سایبر سکیوریتی، بیزنس انالیست ها میتونه باشن، حتی در بخش انجینری، حتی در بخش هلت یا مثلا طبی هم میتونه از دیتا ساینس استفاده کرد. مثلا چگونه از دیتا ساینس به خاطر هلت استفاده کرد؟ مثلا شما یک پرسشنامه ترتیب و تنظیم میکنین به خاطر اینکه چگونه از مثلا چی چیزهای سبب ایجاد سرطان میشه. شما 4 گزینه، مثلا یک گزینه ها رو 4 گزینه یا 3 گزینه بر از اونها میتین، بعد اونا توسط همین 3 گزینه یا 4 گزینه چی میکنن؟ یک از اونها رو انتخاب میکنن. بعد شما میفهمید که شاید اینی، یا مثلا شما نشون میکنه کدام افراد سن بیشتر با سرطان مبتلا میشه، یا مثلا به زخم معده مبتلا میشه، یا هر مریضی که میتونه. و شما اونجا مثلا از سن 1 تا مثلا سن از نوزاد تا 18 ساله، از 18 تا 23 مثلا بالاتر و پایینتر شما میتونید 4 5 گزینه بدین. توسط دیتا ساینس میتونه شما رو چی کنین؟ انالیز کنین که باز چگونه باید انجام داد. خب بخش بعدی contraction in data science. contraction in data science, mathematics and applied mathematics. بخش ریاضی میتونه استفاده کنه. خب همچنان با دیتا ماینینگ میشه، سویل پروگرامینگ سکیل را آر، پینتون، جولیا، اسکیل، تمام از اینا مربوط چی میشه؟ مربوط دیتا ساینس میشه. زمانی که شما دیتا ساینس رو بفهمین، شما تحلیلگر خوبی میتونه باشین، میتونه در بخش اسکیل، پیتون یا یک برنامه‌های آر که میتونه چی کنن؟ استفاده کنن. یا همچنان در دیتابیس ها، دیتابیس استوریج منیجمنت، در بخش منیجمنت دیتا ها، در بخش از اینکه شما چگونه رو ذخیره کنین، تمام از اینا رو میتونید استفاده کنین. یا همچنان در بخش ماشین لرنینگ یا زبان کامپیوتری هم میتونید از اینها استفاده کنین. With all respect and تشکر بسیار زیاد. واقعا فکر میکنم امروز زیادی صحبت کردیم. خب چند روز از تئوری هست، مجبور هستیم بیشتر صحبت کنیم درباره اینا. حالا 5 دقیقه برای شما وقت میگذاریم. اگر کسی سوال داره، انتقادی داره، پیشنهاد داره، میتونه سوالات خود را بپرسه. هر کسی سوال داره دست خود را بلند کنه، ما میتونیم در ان شاء الله به سوالاتشان پاسخ خواهیم داد.
چند وقت هست یک دو جلسه یا یک جلسه دیگه هم درباره این تئوری از اینا صحبت خواهیم کرد. بعد میریم سر بخشای درس عملی برنامه SPSS که مکمل درباره اونا هم انشالله در هفته بعدی یا هفته بعد از او انشالله چی میخوایم درسای SPSS را به شکل عملی آغاز خواهیم کرد. خب اگر شما کسایی که حاضر هستین، خانم غفاری اگر لینک حاضری رو بفرستین برای اینا کسایی که حاضر هستن سابمیت کنین نام های خود را و اگر سوال داشتن میتونن سوالات خود را بپرسن. فیس آقای شاداب بفرمایید. سلام مجدد، خسته نباشین استاد محترم. تشکر از معلومات و آموزه های نیکتان که به ما ارائه کردین. استاد عزیزمی، آر چی هماهنگی یا چی ارتباط با SPSS داره؟ و یک سوال دیگه استاد محترم، این برنامه نرم افزار SPSS چگونه ما انستال کنیم و یا کدام ورژن شما پیشنهاد میکنیم به ما که ما انستال کنیم؟ تشکر. خواهش میکنم. تشکر آقای. برنامه آر مانند اسپیسیس هست. اسپیسیس یک خوبی در اسپیسیس که هست، ما باز در روز درباره اسپیسیس که صحبت میکنیم بر شما برنامه های مختلف به خاطر ریسرچ و دیتا آنالیست داریم. مثلا یکی از اونها آر از جولیا هست. اینا فقط به خاطر یک رشته محدود هستن، اما اسپیسیس که هست یکی از برنامه جامع زیادی داریم. مثلا میتونه که استاد محترم صدایتان نداریم. تحلیل کنیم. خب اینا به خاطر از استفاده. اما برنامه و دومینی که برنامه اسپیسیس ما که پیش خودم هست ما دانلود کردیم، IBM SPSS استاتیستیک 27 است. شما هر آن کدامش که خوش داشتین یا مثلا پیش خودتان بود میتونید از اون استفاده کنید. مثلا میتونید از 20 استفاده کنین، 14 استفاده کنین، 20 بالاتر استفاده کنید خوبتر خواهد بود، چون یک کمی ورژن های فرق میکنه و چیزهای بیشتر شاید در اینجا اضافه شده باشه. اما من لیتست ورژنی که فعلا پیش من هست 27 است، IBM SPSS 27 است که من استفاده میکنم. انشالله در درس ها هم IBM SPSS 27 استاتیستیک را بر شما تدریس خواهیم کرد. خدا کنه منظور من فهمیده باشین آقای فیصل. مزمل استانگزی. استاد به خاطر تدریسی مضمون کدام کتاب مشخص داریم؟ یک چیز براتون میگم، اگر متکی به کتاب شویم این رقمی شاید خوب نخواهد بود. شما میتونین همین ویدیوها در یوتیوب هست، میتونین از اونجا ببینین. مثلا تدریسی که ما برای شما انجام میدم اینا را پیش خودتون با جای سوال داشتین با سوال کنین. اما متکی به کتاب به خاطر از این نمیشم چون ما یک نظر خودم مثلا شاید بیشتر یا خوب باشه میگه کتاب بخوانیم که مطالعهشون خوبتر بشه. اما ما وقت زمانی که خودمون محصلین بودیم استاد بر ما کتاب میداد اصلا در کتاب نگاه نمیکردیم، شاید بیشتر چیزا در کتاب می بود. ما فعلا کتاب مشخصی درباره این ندارم که برای شما بگم که اینی کتاب رو مشخصه. اما کتاب های زیادی در اینترنت وجود داره، شما میتونید از اونها استفاده کنین اگر اهل مطالعه هستین. اما ما به خاطر از اینکه بیشتر نمیخوایم کتاب باشم، چون ما مطالعه کردن از طریق کتاب را بیشتر اوقات از طریق موبایل و کامپیوتر بیشتر اوقات ترجیح نمیدم، چون میالم چشمام خیلی وضعیتش چون ما از تمام روز دیگه تمام روز اونجا در بخش کار میکنیم
پشت کامپیوتر و میز هستیم، اونجا کارهای اینترنت است و بخش آیتی است که اونا رو کار میکنیم. اونا هم خیلی سخت است و همچنان وقتی می دوباره باز روی کتاب فوکس کنی و او هم از روی الکترونیک خیلی سخت میشه. متاسفانه من کتاب تو بر شما بگویم که مربوط چی باشه ندارم و اگر شما هم پیدا کردین به این دوستای خودتون شریک کنین ان شاء الله خوبتر خواهد. آقای طاهری بفرمایید. سلام، شب بخیر. شب شما هم بخیر آقای طاهری. استاد محترم، ما فکر میکنم از جمله کسایی باشیم که اولین بار با تحلیل دیتا اینا سرکار داریم. شما گفتین که شما متکی به کتاب نباشین. اگر شما یک فهرست از بدین، به خاطر از اینکه ما از ابتدا شروع کردیم که این معنای نیست چه بار در اول بخونیم تا بتونیم در گام‌های بعدی بریم. روی خاطر شما برای ما یک چی بدین، فهرست بدین که این معنی اول دوم این رقم به ترتیب این چیزا رو ما میخوانیم که ما بتونیم به اساس همون معلومات در گوگل یا در یوتیوب معلومات بگیریم تا بتونیم معلومات بیشتر چی کنیم جمع آوری کنیم برای خود. در غیر از اون ما چون از دیتا معلومات نداریم در یک سردرگمی کامل به سر میبریم که چی باید سرچ کنیم در گوگل یا در یوتیوب. درست است، مشکل نیست، من درباره از اون بر شما میگم. اما از این که شاید مثلا من یک روز بر شما آوتلاین ده بتم، اما شاید یک روز شاید که مثلا در مو آوتلاین من یک چیز رو اضافه بتم، موضوع شما بگین که استاد تو اضافه شد. در بخش کتاب فکر کنم دوستایی هستن که کتاب دارن، شاید من همراه دوستای دیگه خودم صحبت میکنم که اگر کتاب جامع‌تر خوبتر پیدا کنم برای شما میفرستم که این کتاب رو بخونین. اما در سری که من بر شما میتونم بر شما اول به شکل تئوری بر شما نشون میکنم که این بخشا رو ما امروز میخوانیم. یعنی شاید یک روز پیش شاید دو روز پیش بر شما چپتر روان کنم، بعد شما میتونید طبق از مو چپتر شما باز پیش برین، یا اینتروداکشنی که مثلا این چپتری که ما بر شما فرستادم در بخش اینتروداکشن بود، شما میتونید تا از این اینتروداکشن بگم. درسته استاد. یک خوبی دیگه اینجاست که شما اگر عنوانایی که قراره در درس بعدی چی بدین ارائه کنین برای ما قبلا هم شریک شده، چون ما در جریان روز میتونیم درباره از این معلومات بگیریم. وقتی شما یک چیز رو باز اضافه میکنین ما بیشتر میتونیم از یک چیز یاد بگیریم. ما خو پیشنهاد من است که اگر چی شود به طور کلی شما یک تایتل بدین، عنوانا رو مشخص کنین که این چیزا رو میخوانیم. ای که شما یک چیز اضافه تدریس کنین خب باز یک چیزی بهتر از اون، ولی ما به صورت کلی یک فهرست مطالب داشته باشیم و در ضمنش اگر همین عنوانایی که شما درس بعدی میدین یک روز پیشش در ما خبر بدین، ما میتونیم بهتر آماده باشیم درس بعدی. حتما ان شاء الله، حتما چشم. چیزی که شما گفتین به اون من یک روز قبل یا دو روز قبل و شما کوشش میکنم من یک روز قبل دو روز قبل کنم، اما به خاطر خودتون میفهمین یکی وظیفه‌ای که دارم و بخش آیتی هست. شما اگه بیشترتون بلدیت دارین آیتی طور است که هر جای دیگه از صبح که میریم تا شام را دیگه تا ساعت 6 و از صبح ساعت 8 تا 4 بعد از 6 دیگه یک رقم میشیم که بعض وقتا خانم که میگم از تحصیل خود نمیشم. اما ان شاء الله حتما من کوشش میکنم به زودترین فرصت چپتر دیگه شما رو ترتیب و تنظیم کنم تا روز ان شاء الله جمعه ما چپتر تان تنظیم و ترتیب میکنم بر شما روان میکنم که این بخشا رو هفته بعدی ان شاء الله میخونم. چون یک کار خوبی دیگه است که ما روز جمعه داریم، این خوبی است که من روز جمعه میتونم بر شما مو چپترایی که من میخوام در این هفته تدریس کنم در هفته بعدی میخوام تدریس کنم کلا بر شما میفرستم، با شما میتونید از چپترها استفاده کنید. تشکر سر. خواهش میکنم، مشکل نیست. خب سوال بعدی فکر کنم خانم غفاری هم که لینک را فرستاده باشن. شما حاضری گرفت حاضری خانم غفاری تا هنوز لینکش نفرستادین؟ حاضری گرفته شده استاد محترم، تشکر از شما. فکر کنم از این دیگه سوال ندارم. اگر سوال انتقاد پیشنهاد نباشه برای شما شب خوش، شب پر از رویاها، شب پر از خوابهای رنگین میخوایم. وقت خوش، روز خوش داشته باشین. الله یار و نگهدار همه شما.